همیهنان، در کنفرانس مطبوعاتی اخیر در پاریس اعلام کردم که در ادامه فعالیت‌ها و نشست‌های پیشین من به زودی میزبان یک همایش همکاری ملی برای نجات ایران خواهم بود. این همایش در اروپا برگزار خواهد شد و دعوتنامه‌های آن همکنون در حال ارسال است. در اینجا یک بار دیگر از نیروهایی که به اصول سگانه تمامیت ارضی ایران، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان و جدایی دین از حکومت باور دارند و به حق ملت ایران برای انتخاب شکل دموکراسی آینده احترام می‌گذارند، دعوت می‌کنم که در این همایش حضور یابند. هدف ما گسترش همکاری ملی و ارائه نقشه راه برای گذار دموکراتیک و بازسازی کشور است. پاینده ایران.